خب درود هموطنای عزیز بینندگان. مظلوم وقتی حال احوال ملت عزیز ما میبینم برای چی نوارا کردم سر دادم. سببش یک دوست و من پیغام فرستاد، گفت که پوبلیکاسیون های ما را میبینی؟ من میبینم که در اینجا تو میبینی پوبلیکاسیون های ما را، چرا برادر عزیز تو لایک نمیگذاری؟ من در جواب گفتم که دوستی عزیزم، چیزی که خودت پوبلیکاسیون داری اوجا ملت عزیز، هموطن عزیز ما زیر علت کوب قرار دارم. اگر تو یگان حرف خوب میزدی من لایک میموندم که تو خوب حرف زدی، اما ما چی لایک گذارم در اوجا که وقتی هموطن ما زیر علت کوب است لایک بگذارم که زور زده ایستادنی را؟ برای همه گفتم اینجا جای لایک گذاری نیست. و همین خلاصه اومدم که گفتم یک نوار کنم برای شما. این خیلی چیزا را من لایک گذاشتن نمیتونم. مظلوم، چرا ما مظلوم شدیم و ما خودمون این راه انتخاب کردیم، راه مظلومی را؟ برای همین یک قصه میگم براتون، بعد از او باید دوام میتیم. در زمان یک آدم در یک پوستین یا چول بیابان رفته ایستاده است، میبینه که یک زاغ قناتش شکستگی، چشماش کور در یک جا زندگی داره. برای عجیب میشه و میگه که این چند قبوشه در اینجا یه احوال است، چرا نمورده است؟ تاکی سوال پیدا میشه. بعد از او پیگیری میکنه، یعنی همونجا میسته یک مهلت بگیم همون زاغ بگیم نگاه میکنه، میبینه که یک زاغ جوان بوزبالا بگیم همون خیلی اوقات میوره بیره میته، او میوره میته دهنش ده اوقات اخوتا میکنه میوره بیره میته، این میخره. چند پیگیری میکنه که همه احوال است. همون یک زاغ میره از کم که جوها در یک پوستینی کلان، یک چولی کلان مبین ده موندگی است. این دیگه نمیبینه، برای یکونسه نمیتونه پرواز کنه، چشموش نیست. میره زاغ چندین کیلومتر میره، از چندین کیلومتر اوقات میوره بیره اخوتا کده او میوره، این میخره زنده است. و این انسان مطمئن میشود که خداوند رزق انسان بنده مخلوق در تمام جا میتونه وابسته از کور بداند، کر بداند، شل بداند، فرق نداره، اینا میته خداوند. تصمیم میگیره که این انسان دیگر یعنی از پای رزق روزی دیگر حرکت نکنه، جای حرکت نیست، باید برای بگیم که دیگر در عبادت خدا و همین چیزی برمیگرده به شهر خودش. میروه یک غار از قشلاق بیرون، از شهر بیرون یک کهده غار انتخاب میکنه، داخل یک غار میدروه، برای خودش جا موده میکنه و این چیز آوازه شدن میگیره شهر ده. خیلی آدم ها میگن که این دیگر اولیا شدگی است، از انسانیت، از چیزهای گناه و از این چیزها رو گردوندگی در غار است، این اولیا هست. مردم بعد اوقات روی میکنن از دست کودکاش در هم غار که اولیا دبتین اولیا بخره کش نگیرن هم برا کده. چندین سال اولیا در اونجا زندگی میکنن، آدمو را نمیبینن، روی آدمو را میبرن در پیش غار اوقات هم میمونن، او خودش از تکک میبروه میگیره، بعد دمتا میروه. این آوازه شهرها و شهرها ده میروه که یک انسان هم خیلی اولیا شده است، ایمان به خدا آورده است که رزق دادن خدا ده باور کردگی است. بعد یک انسان عالم، یک انسانی بگیم میفهمیدگی با عقل، با شروع، با مفکوره، از کدام یک شهر دیداری همیده میویه واقعیت این آوازه راست است. بعد کوشش میکنه در دیدارش باشه یک بینه و میگه ما دهنی خودش بشنوم این قصه را و میروه که
واقعیتی حالا گپ میزنه، میگه تو چرا این راه انتخاب کردی؟ گفتی من مطمئن شدم در بدن خدا و در رزق دادن خدا که این ما چندین سالشی در همه غار هستم، این ما یک گشنگی را نمردم، رزقم هست، آماده ایستادم، خورده ایستادم، فقط عبادت میکنم، یگان کاری دیگه نمیکنم، فقط عبادت. قصه را نقل میکنم، میگه سالی از سالها من تاجر بودم، یعنی چند سال پیش با یک صحرا پوستین میگذشتم، همین حادثه را دیدم و من کردم شترامه و ایستادم تماشا کردم، یعنی هفته و چند روز همین قصه دوام داد. بعد از اون من مطمئن شدم که خداوند برای من رزق میده، دیگر حاجت به این بارکشی و بارفروشی و به این چیز نمون، دیگر رو به همون ایمان به خدا و به رزق خدا وردم. این همینجا شید چندین سال شید نمردم، ای گشنگی همینجا در درون غار خواب بودم. بشور به مفکوره یک انسانی بگیم خوندگی میفهمیدگی، بعد میگه با او انسان، میگه تو دو تزاق دیدی، همین خیلی است؟ میگه ها، یکش مظلوم و دیگرش سالم. بله. و این نابینا و پرشکسته زاغ، یعنی زاغ سالم از کیلومترها اوقات می آورد میداد او. همین خیلی است؟ چرا تو راهی مظلوم انتخاب کردی نه اینکه راهی سالم، در حالتی که آن ثوابی که اون زاغ سالم میگیره برای نگاه کردن زاغ مظلوم، این زاغ مظلوم او ثواب گرفته نمیتونه، گرچند هیچی را نبینیم، پروازم نکنه و در یک جا بیسته وقت شکم او را ایسیر کنه. سبب چی بود که تو دو تزاق دیدی، یکش بگیم رزق یابنده، جوینده، پرنده، سالم، بگیم همون حیات پیش می بردگی، زندگی را پیش می بردگی و کسی دیگر را باز کمک میکردگی، زاغ دیدی و راه او را انتخاب نکردی و تو انتخاب زاغ پرشکسته و کور کردی، راهی را انتخاب کردی و خودت پرشکسته کردی، در داخل غار در اومدی خودت کور کردی و دیگر یگان کمک خدمت یگان چیزی تو به یگان کس نمیرسه، بیغرض از او یکی تو سالم بدگی قطعی خودت در همه احوال داختی تو که یک انسان به تو نان بده. سبب چی است؟ یعنی تو به این رفتارت فکر میکنی که به خدا نزدیک هستی، جای تو جنت میشود، در حالتی که تو سالم بدی. اگر همون زاغ چشماش میدید قناتاش شکستگی نمیبود، او مظلومیت انتخاب نمیکرد، او در اوجه نمیشید که تو که یک زاغ دیگه با او اوقات بیاره و او پرواز میکرد، او رزق خیچه میافت و آوی خیچه میخورد، او از ناچاری بود و تو که سالم هستی، پرت شکستگی نیست، چشمت کور نیست، چرا تو راه کور و شکستگی را انتخاب کردی؟ گفتگی سوالا با او میتن. واقعا هم انسانی تاجر، همون که وقت شده تاجر بدگی است، همون کروان، وقتی تو تاجر بدن ده چقدر انسان نان میبردی میرسوندی، حق تا میگرفتی، در آمد میکردی، با یک روزی مظلوم کمک میکردی، یک انسان نان میدادی، ثواب میگرفتی، یک انسانی نابینا و پرشکسته را و تو وردی خودت مظلوم کرد. وای گپ بگیم برای تاثیر میکنه، واقعا میفهمه، میگه که یعنی باید من چیکار کنم؟ پرواز کنم، نه اینکه قناتم ساز، چشمام ساز و خدمت با کور با چی بدادم، مظلوم کنم خدمت. برای همو به این گپم چی گفتنی هستم؟ هموطنای عزیزم، در حالتی که شما ملت عزیزم، شما هموطنای عزیزم، چشماتون ساز است، پرواز کرده میتونه،
آباد کرده میتونین. چرا شما امروز مظلومی را اختیار کردگی هستین؟ سوال، همون سوالی همون شیخ و شما، چرا شما مظلومی را انتخاب کردگی هستین؟ چرا شما مردیکاری را انتخاب کردگی هستین؟ چرا شما غلامی را انتخاب کردگی هستین؟ در حالتی که شما دارین توانایی که وطن خودتون را بسازین و در وطن خودتون زندگی کنین، وطن خودتون آباد کنین، از وطن خودتون رزق بیابین، از وطن خودتون و شما بلندها توانین پرواز کنین. چرا شما مظلومی را انتخاب کرده؟ میتونین یگان تو هموطن عزیزم با همین سوال جواب بدید. خداوند میفرماید که بیرون از نماز در مسجد شیشتن نادرست است. خداوند میگه که بیرون از نماز در مسجد شیشتن درست نیست، نادرست است. نماز تا خوندی، عبادت تا کردی، تلاوت تا کردی، دوای پای زندگیت میگه. یعنی خداوند دیره میگه، من گفتگی نیست. میفهمی نمیرم. در داخل مسجد خواب کردن نادرست است. تو اگر تو همون چیزی مسجد نباشی، یعنی بعضی ها میروند روز میکشند در همونجا به میگه یا بارا شما بخونم، اسرا بخونم، خفتن بخونم، بعد برم یا بارا خونه در خواب کنم. نادرست است. من ایرا در عالم، یک عالمه دوست ماشنوش است، سوال دادم، گفت نادرست است. در مسجد خواب کردن، شیشتن، بیرون از وقت نمازت، بیرون از وقت امر معروف نماز و دیگر چیز. بعضی ها میروند در مسجد سلقی نکه دروز بکشم میخواد، خب یک ساعت دیگه دروز بکشم، بعد یا برو همین بگیم چی ما بخونم، خفتن ما بخونم، یا عصر ما بخونم، یا شام ما بخونم. نادرست است. او نادرست است. بیغرض از وقت نماز در مسجد شیشتن نادرست است. برای که خداوند هر یک شیشتنی تره، یعنی که در جای او باید بخیزی رزق فرزند بیابی، باید کوچه ببروی، باید کار کنی، باید بجنبی. برای همین خداوند در جایی که تو در مسجد میشینی ثواب میگیریم گفته، گناه میگیری گفت. سبب تو باید فرزند تا اوتا اوچتا ای حالش خبردار نان بتی یک کار کنی. برای همین گفت در شیشتنی مسجد بیرون از نماز نادرست است. ثواب نمیگیری، یگان ثواب نیست. بعضیا میروند میشنه میگه ثواب بگیریم، میخوام بشینیم ای دعایت دیگه تلاوت کنیم ثواب بگیریم. نه، نادرست است. ایرا من حاضر همون آدم قطعی، همون مادر قطعی بگیم حاضر پرس کرده ایستادم و خیلی بگیم که خوندگی سواد خوب داره در این مسئله ها. ما همه چیزا مونا قریب نیم زیاد شده در همین اسلام اشتباه کرده میریم. برای چی؟ برای که دوملو دا وگد ناست و جشیشتنیته، دوملو پروپاگانداش میبره، دوملو لیشنی بگیم که همون وگد داره در اوجا بود چند قطع بشینی هم قدر با دوملو دا صدقه میتی. یعنی نادرست است این چیزها، گفت نادرست است شیشتن. برای که تو در اوجا یک ساعت شیشتنیته شاید پول یک نون اکار کرده گودک دیا نون بری. یعنی که اینمی چیز نادرست است. خداوند را میگه بعد از نماز بخی نشین، دروز نکش، اجازت دادگی نیست. اینم خیلی از دوستای عزیزم، چرا شما راه مظلوم انتخاب میکنین؟ چرا شما خطونه در همون جای نادرست پیش میکنین؟ در حالتی که شما مثل همون زاغ سالم میتونین که پرواز کنین، میتونین رزق یابین و شما زاغ مظلوم راش انتخاب کردگی هستین که کسی برای شما صدقه بده، کسی شما دا کار بده، کسی شما دا پسرینیک باشه، کسی شما را راهنمایی کنه. در حالتی که شما راهنمای خودتون هستین و پرواز کرده میتونین، وطن ساخته میتونین، اما شما مظلومی را انتخاب کردین. خانه تون آباد باشه هموطنای عزیزم. این قصه بود کم ترکک و در حیات همین امروزه تاجیکستانی ما که توغری میگیریم برای همه گفتم. اگر فکر نظرتون باشه زیر کامنت بنویسین، قربانی چشمای شما. و درباره روسو الهیده از سال 22 و 24 تا امروزه یک برنامه دیگر یک روز خدا خواه میکنیم. او روزا را ما دیده ایستادیم. این همین مظلومی شما همین قصه است. چرا شما مظلوم در روز دختون مظلوم کردن انتخاب کردین، در حالت که شما در وطن خودتون پرواز کرده میتونین، رزق یافته میتونین،
اما در روس دا مظلوم کردین خطونا کی تو که روس همون نانته شما باشه خانه تون بود باشه I love you همه تون گفتی هم گپو توجیکستانی عزیزه ما وطن داریم باید وطن سازیم نه اینکه وطن سازیم فکر نظرتون بنویسین قربان شما подписаться را فراموش نکنین.